بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حال دل همه شما خوب باشه. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که باعث میشه حال دل ما خراب بشه این است که از اشتباهات و شکست هایی که در زندگی داری بترسیم. ترسیدن از اشتباهات بزرگترین سم زندگی ماست و آرامش رو از همه ما میگیره، در حالی که ما نمیتونیم از شکست ها فرار کنیم. اصلا شکست ها جزء زندگی بشر هست، پله از موفقیت ماست. همه آدم های موفق و پیروزی رو وقتی ببینیم بررسی کنیم خیلی شکست خوردن، با اینکه شکست خوردن ادامه دادن. اون چیزی که حال دل ما رو خراب میکنه شکست های ما نیست، بلکه خودگویی هایی هست که بعد هر شکست ممکنه به خودمون بگیم. به عنوان مثال وقتی شکست میخوری به خودت میگی خاک بر سرت، آدمی دست و پا چلفتی هستی، تو هیچ وقت موفق نمیشی، در حالی که میتونی خودگویی خودت رو مثبت کنی، بگو اشکالی نداره، فدای سرم، همه شکست خوردم، منم شکست میخورم. اصلا این شکست به من درس میده که یک بخشی از زندگی من، یک قسمتی از کار من درست نیست، درستش میکنم. خودگویی ها رو مثبت کنیم، موفق باشه.